هر وقتایی که این منکران قیامت و منکران زنده شدن بعد مردن در دوزخ که میپرتایند، خداوند میگوید این دوزخ چیکار میکند؟ شهیق و هی تفور، یک آواز خر به منزله یک آواز خر از دوزخ صدا میدهد. و هی تفور، این دوزخ میجوشد. خداوند میگوید تکاد تمیض من الغیظ، زود است که این دوزخی که برای شما بیان میکنم از غضب زود است که میکفد. وقتی که کافر را میبیند، وقتی منکران قیامت را میبینند، وقتی منکران آن کسانی که این کار میکنند انسان بعد مردن زنده نمیشود، وقتی این دوزخ میبیند از غضب میگوید خداوند چنان است که میکفد. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل، توسط رانندگان مرد و زن شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس جمع 7 926 319 59 61. سلام دوستو، بسیاری شما از پروستاتیت تقصیر میکشیده. مرحمت برادرها، به شما توصیه میکنم полноценный کورس лечения برای پروستاتیت. انشالله که هم مردونگی به خود میکنه، همچنین желание هم خوبگی خوب میکنه، هم برای گرده، معده، قد رودها به حد افکتیو. تریلیبوس ماسین، دو دونه روغن خیلبا، یک تا قیصل هندی، دو پاچکا فیتو سویچا. تریلیبوس ماسین برادرها مهلت هم خوبگی دراز میکنه، تنه را به خود میکنه، فویز منی بالا میکنه، желание هم خوبگی خوب میکنه. روغنای خیلبا رای پیشابی میکنن، گردش خون تیز میکنن. همچنین برادرها سنگ نمک گرده را میرزونن، برای گرده وسپلینش میگیرن. قیصر هندی باشه پروتیف میکروب یordam میکنه. همچنین برادرها وسپلین پروستات را میگیره. فیتوسویچو باشن برادرها برای وسپلین پروستات را گرفتن و راهی پیشاب را خوب کردن و همچنین برادرها برای желание هم خوبگی تو خوب کردن برای وسپلین قد رودها را گرفتن. مرحمت برادرها زنگ بزنید، полноценный کورس شه و نرخ ارزان با همه شهر را دسترسی میکنیم. زود است که این دوزخی که برای شما بیان میکنم از غضب زود است که میکفد. وقتی که کافر را میبیند، وقتی منکران قیامت را میبینند، وقتی منکران آن کسانی که این کار میکنند انسان بعد مردن زنده نمیشود، وقتی این دوزخ میبیند از غضب میگوید خداوند چنان است که میکفد. تکاد تمیض من الغیظ كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها الم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا النذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير. وقتی میپرتافتند خداوند فرشته های دارد در دوزخ، از اینها میپرسد. چی میپرسد؟ ای منکران قیامت، ای منکرانی که شما به زنده شدن باور نداشتید، آیا در بین شما پیغمبری آمده بود؟ آیا در بین شما یگان عالمی نبود که شما را از این روز خبر دهد؟ میگویم بود. بر ما میگفتند لکن ما اینها را افسانه میشماریدیم، میگفتیم که اینها گمراه هستند. قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر. این منکران میگفتند که پروردگارا اگر ما اینها را گوش میکردیم، اگر ما تعقل میکردیم، عقلهای خود کار میفرماندیم، امروز از اهل دوزخ نمیشدیم. منکران قیامت و منکران زنده شدن در روز قیامت در چاهای از چاهای دوزخ در عذاب گرفتار هستند. برادرای عزیزی که قرآن خونده نمیتونیم با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قدی نویسه، هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش، هم ترجمهش هست. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اینا یکم آیت به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیت نیم انا اعطیناک الکوثر. هر یک آیتی که میخونه ترجمهش هست، هم به زبان عربی نویسه، هم به زبان کریلیکی نویسه، هم ترجمهش به زبان تاجیکی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همه ما و شما باید که به زنده شدن روز قیامت
به آمدن روز قیامت باید که باوری کامل داشته باشیم و به آن روز چگونه ای که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را جوان آمد پرسید یا رسول الله متى الساعه، قیامت کی می شود؟ رسول الله چی گفتند؟ ما اعددت لها ای جوان، اگر تو نظر به قرآن کنی آیت های فراوان قرآن میگوید که قیامت آمدنی است، در آمدن قیامت شک و شبهه نیست، لکن ای جوان تو برای روز قیامت چی تیاری داری؟ تو تیاری را برای من گپ بزن. ما و شما هم از آن روز، از انکار آن روز، از منکر شدن روز قیامت با ایستا که برای تردد و تیاری آن روز باید تیار باشیم، نه در فکر انکارش، نه در فکر این عقیده هایی که ویرانی که برای ما و شما تعلیم دادن. این است درباره زنده شدن به روز قیامت. زنده شدن در روز قیامت، آمدن قیامت البته حق است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل حمل ذات حمل حملها وترى الناس سكرى وما هم بسكرى ولكن عذاب الله شدید. صدق الله العظیم. آیتی که تلاوت کردیم از سوره مبارکه حج است. اولی آیت اول و آیت دوم این سوره حج از این خطاب پروردگار سر می شود. یا ایها الناس اتقوا ربکم. خداوند به ما و شما میگوید ای مردم، نابسته مردم تاجیکستان هستی، مردم ازبکستان هستی، مردم قزاقستان هستی، مردم مسکو هستی، امریکا هستی، ای مردم اتقوا ربکم. این خدایی که خالق شماست، از این بترسید، از این بترسید. ان بطش ربک لشدید. زیرا خدای شما بسیار سختگیر است، به هر بنده وعیدی حق نظیر است که ازید دیرگیر و سختگیر است. این خدای ما و شما مخلوق مهلت میدهد، شاید که روز از روزها به خود بیاید و تأکید میکند از من بترسید، از من بترسید. در قرآن، در بسیاری آیت های قرآن یا ایها الناس اتقوا ربکم ذکر می شود. ای مردم از خدا بترسید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. ای کسانی که دعوای ایمان میکنید از خدا بترسید، هر وقتا سخن میگوید سخن راست بگویید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. ای کسانی که دعوای ایمان دارید از خدا بترسید و برای روز فردای خود تیاری ببینید. واتقوا الله، باز تأکید میکند خدا، از خدا بترسید، زیرا خدا از همه اعمال شما درکدار است. در دیگر آیت قرآن و ایای فرحبون. ای مردم فقط از من بترسید، دیگر از هیچ کس نترسید. وقتی شما از من ترسیدید همه از شما میترسد. حکایت کنند زی بزرگان دین، حکایتی هست در بستان سعدی میگذرد. چه حکایت است؟ از حقیقت شناسان عین الیقین که صاحب دل بر پلنگ نشست، همه رفت رهوار و مار بدست. یکی گفتش ای مردی خدای
بدین راه که رفتی مرا راه نمای. چی کردی که درنده رام تو شد، نگین سعادت به نام تو شد. یک مرد چگونه که ما و شما اسب را سوار می شویم، چگونه که ما و شما یک پرنده اهلی را در دست خود می گیریم. مرد میگد یک مرد را دید بالای پلنگ سوار است و در دست خود یک مار دارد. هر اینها درنده هستند، اینها به انسان رام نمی شوند. سوال کردند ای دوستی خدا، چی کردی درنده رامی تو شد؟ چیکار کردی؟ چیکار کردی که امروز در بالای پلنگ تو سوار هستی؟ چیکار کردی که این مار در دست تو به تو ضرری نمی رساند؟ ما را راهنمایی کن، سیر این را برای ما آشکار کن. بگفت ار پلنگم زبون است و مار، وگر فیل و کرگس شگفتی مدار. ای مرد خدا گفت تو امروز بالای پلنگ مرا سوار میبینی، در دست من مار را میبینی که اینها به انسان ضرر میرسانند و امروز مطیع من شدن، فرمانبردار من شدن. اگر فردا میبینی که بالای فیل سوار هستم و در دستم کرگس باشد که اینها هم درنده هستند، شگفتی مدار، در تعجب نه، بلکه سیر این را برایت من آشکار میکنم. تو هم گردن ز حکمی داور مپیچ، که گردن نپیچد ز حکمی تو هیچ. حضرت گفتند ای بنده خدا، اگر مثل من تو هم خدا ترس باشی، اگر مثل من در پنهانی و در آشکارا از خدا بترسی، همه پرنده های این بیشه برای تو فرمان بردار می شوند. تو از حکم خدای خود گردن مپیچ، همه اینها فرمان بردار تو می شوند. حضرت عقبه می گوید، عقبه ابن نافع که یکی از فرمانده های قشون های اسلامی بود، وقتی حضرت با همراهی اسکرهای خود برای اشغال کردن قسم شمال افریقا حرکت میکند، به یک سرزمین میرسند، میخواهند آنجا استراحت کنند و یک کارشناس را روان میکند، میگوید رو یک زمین را انتخاب کن تا که آنجا بنای برای خود میسازیم و از همین جا هجوم به دولت افریقا میکنیم. این زمین شناس یک زمین را اختیار میکند، میآید پیش حضرت عقبه، میگوید عقبه یک زمین خیلی خوب مناسب یافتم، لکن در داخل این زمین شیرها و پلنگها و مارهای عفی و گرگ و شغال خیلی زیاد است. اگر ما آنجا زندگی را اختیار کنیم، اینها ما را ضلال میرسانند. حضرت عقبه که از خدا میترسید، از جای خود خیز به این سرزمین آمد و از بالای کوه برآمد. گفت ای گله پلنگ ها، گفت ای گله شیرها، ای تمام درنده هایی که در این بیشه زندگی میکنید، همه‌تان از این سرزمین خارج شوید، زیرا ما اصحاب پیغمبر خدا هستیم. اینجا می خواهیم که برای خود سکونتی را اختیار کنیم. اگر سخن مرا نمیشنوید، اطاعت نمی کنید، هر ضرری که دیدید از خود گله کنید. اصحاب در حیرت افتادند، آیا سخن عقبه را این درنده ها می شنیده باشند؟ یک زمان گذشت، میگد شیرها همراه فرزندهای خود، مارها همراه فرزندهای خود، گرگها همراه فرزندهای خود سیله سیله شده، میگه از این بیشه بیرون برآمدند. اصحاب گفتند عقبه اجازت نمیدی که حمله کنیم به بالای اینها؟ نه، گفت ما با اینها عهد و پیمان کردیم، عهد و پیمان کردیم که اینها از پیش خود برآیند. اینها برآمدند، ما با اینها پیمان شکنی نمی کنیم. گفتند عقبه چگونه اینها سخن تو را شنیدند؟ گو اصحاب گفتند کسی از خدا بترسد، تمام درنده از او میترسد. من نفری هستم که از خدا میترسم و این درنده ها آواز مرا شنیدند.
و اینها از این دره و از این بیشه دور شدند. و ما یتقی الله، خداوند در دیگر آیات قرآن میگوید یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی اگر از خدا بترسد از جای برای او رزق نصیب میگردانم که در خیال و در گمانش نبود. این آیت را مفسران میگن در شأن عوف ابن ملیک نازل شده است که فرزند او را مشرک‌ها وقتی اسیر گرفتند نزد رسول اکرم آمد، گفت پیغمبر خدا فرزند من اسیر مشرکان شد، مادرش تماما طاقت ندارد، گریه زیاد میکند، چیکار کنیم؟ رسول اکرم گفتند کلمه لا حول ولا قوت بسیار استفاده کنین، شما به مقصد خود میرسید. آمد با همسر خود این کلمه را عرضه کرد، هر روز لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، یعنی با قدرت خداوندی گواهی میدادند. روز از روزها میگد فرزند این عوف ابن ملیک همراه از 1000 زیاد گوسفند را پیش کرده به خانه پدر آمد. از این خاطر خداوند میگوید کسی از خدا میترسد از جای به او رزق میدهم که در خیال و در گمانش نباشد. در دوام این آیت خداوند چی میگوید؟ این زلزله ساعت شیء عظیم. از خدا بترسید و از زلزله روز قیامت را فراموش نکنید. روز قیامت وقتی که فرا میرسد یک زلزله سخت تمام گوشه و کنار دنیا را فرا میگیرد. خداوند میگوید شیء عظیم، این زمین جنبی 5 بله و 6 بله نیست. میگوید خداوند این زمین جنبی هست که شاید 500 بل بجنبد، شاید 5000 بل بجنبد. شیء عظیم. فاذا نفخ فی الصور نفخه واحده، وقتی حضرت اسرافیل این سوره که میدمد، این بانگ خطر که میزند، چی میشود؟ و حملت الارض والجبال فدکت دکه واحده. خداوند میگوید وقتی این بانگ خطر که زده شد، کوهها و زمینها از جای خود کنده میشوند، با یکدیگر بر میخورند و اینها مثل ذره واری میگردند. و حملت الارض والجبال فدکت دکه واحده فیومئذ وقعت الواقعه. خدا میگوید انا همین روز قیامت است، همان روزی که زمین کنده می شود، کوهها چپه می شوند، این آسمان و انشقت السماء فهی یومئذ واهیه. خدا میگوید این زمین مثل سربار آب می شود، هر پیوند این میگه جدا می شود، این آسمان در بالای زمین می زند. این ستاره هایی که بالای سر ما و شماست پدرای عزیز، از دنیا چند مراتبه کلان هستند، اینها در زمین میزنند. خداوند میگوید انا همین روز قیامت است. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت. خدا میگوید وقتی که این زمین جنبی که در روی زمین رخ میدهد، مادری که در دستش فرزند شیرخواره دارد، فرزند شیرخواره را در زمین میپرتاید گویا که فرزند نداشته باشد. و تضع کل ذات حمل حملها. خدا میگوید زنهایی که در شکم خود حامله هستند از ترس این روز حامله های خود میپرتایند، حمل های خود میپرتایند. و ترى الناس سکرا و ما هم سکرا ولكن عذاب الله شدید. خدا میگوید آن روز مردم مست میشوند، لکن این مستی که راحت دارد این مستی نیست میگوید خداوند، بلکه این عذاب هست که درد هست که بندگان مشاهده میکنند.
این عذاب سخت خداوندی است که اونها از عذاب زیاد چکار میکنن؟ مست میگردن. بترس ای بنده از روز قیامت، به هر بنده است صد گونه علامت. قدی نیزه فراید قرص خورشید، بلرزد انس و جین از وهم چون بید. به نفسی خود شود هر کس گرفتار، غمی جان میخورد فارغ ز اغیار. برادرها گریزند از برادر، پسرها در فرار آیند ز مادر. گریزد از پدر فرزند شیرین، عمارت کن به زودی خانه دین. گریزد زن ز مرد و مرد از زن، گریزد زن ز مرد و مرد از زن. ز وهمی روزی سختی تا به گلخن. حضرت مولوی هم میگوید این روزی که قیامت می آید، برادرها گریزند از برادر، پسرها در فرار آیند ز مادر. البته این سخن مولوی هم حقیقت دارد. خداوند در قرآن میگوید یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ وجوه یومئذ مسفره ضاحکة مستبشره و وجوه یومئذ علیها غبره ترهقها قتره اولئک هم الکفرة الفجره. صدق الله العظیم. خداوند میگوید روز قیامت یفر المرء من اخیه، انسان از برادری که در دنیا با او همنشین بود، با برادری که یکدیگر را دوست می داشت میگریزد. فر المرء من اخیه و امه و ابیه، این انسان از مادر و از پدر خود میگریزد. و امه و ابیه و صاحبته و بنی، انسان از زن خود میگریزد، از فرزندهای خود میگریزد. برای چی میگریزد؟ سوال به میان میاد برای چی میگریزند؟ لکل امرئ یومئذ شأن یغنی، زیرا که آن روز خداوند میگوید یک روز هست، یک روز هست که همه در یک امر مشغول هستند. حضرت عایشه صدیقه رسول اکرم میگوید روز پیغمبر خدا گفتند یحشر الناس یوم القیامت عفاتا عراتا غرلا. عایشه گفتند خداوند روز قیامت وقتی انسان از زنده میگرداند و به محشرگاه حاضرش میگرداند، حالتی که لباس ندارد، حالتی که پایهای لوچ است، و غرلا و مردها ختنه ناکرده شده اند. عایشه صدیقه میگوید یا رسول الله النساء و الرجال جمیعا ینظر بعضهم الی بعض. پیغمبر خدا روز قیامت مردها و زنها یک جا هستند؟ بله عایشه، روز قیامت زنها و مردها یک جا هستند. پیغمبر خدا در حالتی که یکدیگر لوچ هستند آیا نظر به سوی یکدیگر نمیکنند؟ پیغمبر خدا چی گفتند؟ عایشه الامر اشد من ان ینظر بعضهم الی بعض. آن روز گفت چنان روز هست عایشه که دیگر در پهلوت مادرت باشه نظرش نمیکنی، در پهلوت پدرت باشه نظرش نمیکنی. گفت آن روز همه دیدگاه شما به سوی آسمان است. فرمان خدا چی می آید؟ از دوزخ می آید فرمان تو از بهشت. آن روز فرمان این است. گفت آن روز خاطر شما گفت به اون طرف حواله هست، گفت به سوی پهلوی که در پهلوی توست به این نی. گفت پیغمبر خدا کشتی آمد در دریا شکست، کشتی آمد در دریا شکست، تخته ایزان بالا بر بالا نشست. گربه و موش بران تخته بماند، کارشان با یکدیگر پخته بماند.
نیزی گربه موش را راهی گریز، نیزی موش آن گربه را چنگال تیز. هر دوشان از حول دریای عجب، در تحیر باز مانده خشک و لب. در قیامت این چنین غوغا بود، یعنی آنجا نه تو و نه ما بود. حضرت صاحب تفسیر حسینی میگوید قیامت میگه منظرش همین است، میگه مثل یک گربه و یک موشی که در بالای یک تخته هستند. نه موش میتواند که از گربه گریزد، نه گربه میتواند که هجوم به سوی موش کند، بلکه اینها در یک خیال هستند، در یک گمان هستند که آیا ما نجات میافته باشیم یا نه. انسان همچنان است. ولا يسأل حمیم حمیما یبصرونهم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی. خدا میگوید اون روز آن گناهگارهایی که در دنیا گناهگار بودند، سخن خدا را پسند نمی کردند، به سخن خدا توجه نمی کردند، اینها میگوید در روز قیامت حاضر هستند، تیار هستند که فرزند خودش را در عوض عذاب خودش بر من عوض دهد. خداوند میگوید در آن روز خیش را به خیش ما رو پرو میکنیم. کسانی که در دنیا خیش هستند لکن یکی از او گناهگار است، گناهگار را با غیر گناهگار رو پرو میکنیم. و انسان گناهگار میگوید خداوند لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، تیار است که فرزندش پیش کند در عذاب خودش خلاص یابد. میگوید خداوند، خدایا میگوید همین فرزندی مرا عذاب کن و مرا عذاب نکن. و صاحبتی و اخی، خدایا این زنی مرا عذاب کن، این برادری مرا عذاب کن، مرا عذاب نکن. صاحبتی و اخی، خدایا تمام این مردمی که در روی دنیا است، خواه اینس است خواه جین است، خدایا اینها را عذاب کن، مرا عذاب نکن. لیکن خداوند چی میگفت است؟ کلا انها لظا نزعت للشوى تدعو من ادبر و تولا. نه، همچنان خیال نیست. گفت امروز گفت این دوزخی من شعله‌ور است. نزعت للشوى، این دوزخی هست که پوست سر تو را میکشد. گفت خداوند مجرم گناهگار خود عذاب میکشد. فرزندی او صالح باشد فرزندی او عذاب نمیکشد، مادری او صالح باشد مادری او عذاب نمیکشد، بلکه شخصی گناهگار در نزد خدا البته به البته جوابگر میشود، جواب میدهد. این است آن لحظه یک لحظه عادیه که از این روز قیامت برای شما خبر دادیم. روز قیامت در روایت ها می آید اولین شخصی که زنده می گردد بعد این قدر واقعی مدهش و بعد این قدر که دنیا همه راست می شود، جای کج در روی دنیا دیگر نمی ماند. آن روز اولین شخصی که زنده می گردد این محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. رسول اکرم در حدیث های مبارک می گوید انا سید ولد آدم ولا فخر، من رئیس فرزند آدم هستم لکن به این افتخار نمی کنم. انا اول من تنشق الارض یوم القیامت ولا فخر، من چنین شخصی هستم که اولین قبری که در روز قیامت گشاده می شود این قبر من است، ولا فخر، من بر این افتخار نمی کنم. و انا اول شافعین و اول مشفعین، اولین شخصی که شفاعت کرده می شود این من هستم و اولین شخصی که امت خدا شفاعت میکند این من هستم، به این افتخار نمی کنم.
و لواء الحمد بید یوم القیامت ولا فخر، بیرق شفاعتم در روز قیامت در دست من است، من فخر نمی کنم. هذا من نعمت من نعمت الله. پیغمبر خدا میگه این نعمت هایی هستند که خدا بر من این را داده است، من به اینها فخر نمی کنم. آن روز چگونه روز است؟ وقتی اسرافیل زنده هست، میکائیل زنده هست، اسرافیل زنده هست، عزرائیل زنده هست، این 4 ملائک مقرب همگی زنده هستند. وقتی اینها را خداوند که زنده میگرداند و در دست یکی از اینها لباسی اهل جنتی ها را میدهد، در دست یکی از اینها آب میدهد، در دست یکی از این ملائکه ها کفش را میدهد، در دست یکی از این ملائک تاج را از جنت میدهد و به این ملائکه ها فرمان میشود. چی فرمان میشود؟ به نزد تربت حبیب من روید، به نزد قبر حبیب من روید و اولین شخص را که زنده میگردانید این محمد صلی الله علیه و سلم و را زنده بگردانید. این را حضرت مولوی هم در نظم در آوردن. میخواهم این نظم را به شما قرائت کنم که آیان بر سر قبر محمد فرستاده صلوات های به حد. این 4 ملائک مقرب به نزد قبر پیغمبر خدا می آیند. چگونه که ما و شما خانه یک دوستی خود میریم، در را تک تک میکنیم، قبر پیغمبر خدا تک تک زده می شود با صلوات های زیاد اللهم صل علی محمد. قبر پیغمبر خدا تک تک کرده می شود. ملک ها قم به اذن الله گویند، عبیر از روضه پاکش بجویند. نزد قبر می آیند، بعد صلوات هایی که می خوانند بر محمد می گویند قم به اذن الله، ای حبیب خدا از جای خود خیز. شود شک تربتی سرور هماندم، برایت زود خورشید 2 عالم. حضرت مولوی میگوید وقتی قم به اذن الله میگویند خیز از جای حبیب خدا، این قبر میگه بالاش کشاده میشود و این آفتابی که هر 2 جهان را روشنی میکند از داخل قبر بیرون میشود. بگویند السلام ای معدنی نور، بهشت از انتظار و قصر پرحور. بگویند السلام ای خاص درگاه، شفیع عاصیان محبوب الله. بگویند السلام ای شاه معراج، بپوش این حله را بر سر بنه تاج. بگویند السلام ای فخر عالم، تو سلطانی رسولانی و خاتم. این صلوات ها را این 4 ملائک میگویند ای معدنی نور، ای شاه رسول ها، ای شاه معراج، سلام خدا، سلام ما بر تو باد. علی گیرد 2 رخسارش مغیر، علی گیرد 2 رخسارش مغیر، دلش از نور سبحانی منور. حضرت وقتی که از جا میخیسته است میگفته است و علیکم السلام، لکن میگویند در چهره های پیغمبر خدا شادی نیست. آن روز پیغمبر خدا چنان چهره مبارکش تغییر یافته شده است گویا که فرزند خدا گم کرده باشد. چهره ها میگد مغیر است، تغییر یافته شده است، از جای خود میخیزد. دل از نور سبحانی روشن است. اولین سخنی که پیغمبر خدا میگوید چی میگوید؟
از قبر بیدار شدند، خیستند. بگوید امتها حالت چگونه است؟ بگوید امتها حالت چگونه است؟ بری امت دلم غرقاب خون است. که اکثر امتانم عاصیانند، بگیر و دار محشر عاجزانند. چی شد ای امتی بیچاره حالت، برنج و عقبه روزی قیامت. حضرت بیدار بشدند. اولین سخنی که به سوی جبرائیل می گفته است، برادر جبرائیل حال امت چگونه هست؟ اینقدر واقعی مدهشه که بالای امت من گذشت، حال امت چگونه شد؟ امتهای من همه عاجز بودند، همه ضعیف بودند، همه عاصی بودند. حالت اینها چگونه باشد؟ حضرت چنین غمخواری بودند، چنین دلسوزی بودند. روزهای وفات هم در حق امت، روز رستاخیز هم در حق امت بود. تا زنده آن حبیبی ودود، در غم عاصیان امت بود. تا وقتی که حضرت میگه زنده بود، فقط تسبیح او چی بود؟ حال امت چگونه میشده باشد؟ فرزندای من چگونه میشده باشد؟ بود تا زنده آن حبیبی ودود، در غم عاصیان امت بود. وقتی رفتن حبیب آزاده، امتی امتی گفته گفته جان داده. حضرت میگوید روزی رفتنم امتی امتی امتی، حال امت چگونه باشد؟ حال امت بعد من چگونه میشده باشد؟ گفته حضرت از دنیا سفر کردم. روزی رستاخیز شود آغاز، آن روز قیامتی که حضرت میخیزد، شاعر میگوید روزی رستاخیز شود آغاز، امتی امتی گفته گفته خیزد باز. روزی که میخیزد اولین سخن حضرت در جای خیستن میگوید این چی است؟ امتی امتی امتی، حال امت چگونه است؟ روز رفتن تلخی جان دید، گفت ای پروردگار عرشی مجید، تلخی جان اگر چنین باشد، امتانم مطیق این باشد. تلخی جان امتان من، بده جمله را به جان من. پروردگارا من تلخی جان حس کردم، اللهم اعین علی سکرات الموت و غمرات الموت. خدایا من به سوی تو دعا کرده بودم، مرا از سختی و مشقت جان کردن خلاص دی. من این سختی را دیدم پروردگارا، امتهای من طاقت جان دادن ندارند، این سختی را ندارند. خدایا همه جان کندن امت را در جان من بینه، لکن امتی مرا آزار نده، امتی ما را این وضع بینی نیار. چون این پیغمبری برای ما و شما خداوند نصیب گردانده است. گذشتم از پدر از مادری خود، از بری امت. حضرت میگوید گذشتم از پدر از مادری خود، از بری امت. بده یا رب به دستم روز محشر دفتری امت. خدایا روز محشر خیلی روزی دشوار است، روی خط تمام امت ما از تو طلب دارم. پروردگار روی خط اینها را در دست من بده. دلم دائم برای امتانم چون داغ می سوزد، نبینم کاش در هر دو جهان درد سری امت. پروردگارا هیچگاه نمیخوام درد سری امت را بینم، هیچگاه نمیخوام که در دیده امتم آب چشم را خواه در دنیا و خواه در قیامت از عذاب و شکنجه ببینم. پروردگارا این گونه دعاهای مبارک از رسول اکرم در حق امت میشد. وقتی این سخن را میگوید بگوید جبرائیل ای دوست وهاب. وقتی این رسول اکرم که از حال امتش میپرسیده است، به سوی جبرائیل از حالت امت که میپرسیده است، جبرائیل چی میگفته است؟ بگوید جبرائیل ای دوست وهاب، هنوز است امتان جمله در خواب. ای امت، ای محمد صلی الله علیه و سلم، اولین شخصی که زنده شد این تو هستی. تمام امتان تو الحال در خواب هستند، هیچ کس بیدار نیست به جز ذات تو، دیگر کسی زنده نشده است. به زیر عرش رو ای عالم را. حضرت جبرائیل توصیهش میدهد
به زیر عرش و ای عالم را ببین لطف و کرم از حق تعالی. رود حضرت به زیر عرش آن روز برای امتان در ناله و سوز. حضرت توصیه می‌دهد که امروز بجز ذات خداوندی دیگر هیچ دادرسی نیست. امروز فقط همان ذات میتواند هر کسی را از دوزخ خلاص میکند یا وارد دوزخ میگرداند. فقط در دست اون ذات است. محمد زیر عرش رو از زیر عرش طلب کن، از خدای خود طلب کن، در حق امت حال امت از اونجا طلب کن. رسول اکرم میگه دوان نه پدر به یادش است نه مادر به یادش است، دوان به زیر عرش می رود. جسد مبارک میگه در بالای همون زمین عرش می پرتاید، به سجده می نهد سر را به درگاه، به دردی امتانی خود شفاخواه. حضرت سجده در پیشانی مبارک میگذارد و به زاره می درآید. بگوید امتی یا امتی او، تضرعا کند به درگاهی او. در سجده سبحان ربی الاعلی نمیگوید، در سجده سبحان ربی الاعظیم نمیگوید، بلکه امتی امتی امتی. پروردگار ما در شب معراج به تو عهد کرده بودیم که امت وارد دوزخ نمیگردد. پروردگارا تو در دنیا گفته بودی ولسوف یعطیک ربک فترضی، زود است که محمد من تو را راضی میگردانم. امروز روز شام آمد، امروز ساعت شام آمد. خدای مهربان من میدانم تو عهد را نمیشکنی، لکن من زاره میکنم از تو، تولا میکنم پروردگارا امتی مرا وارد دوزخ نگردان. من بر تو گفته بودم ای ذات پاک اذن لا ارضى و واحدا من امتی فی النار، من از درگاه تو راضی نمیشم تا وقت یک امتم در دوزخ باشد. خدایا من از تو راضی نمیشم. از آن ناله بنالد عرش رحمان. این ناله محمد چنان ناله تأثیر بخشی هست که عرش الهی را میگه در لرزه میارد. از آن ناله بنالد عرش رحمان، به موج آید شکوهی بحر غفران. خداوند طاقت ندارد که محمد را در گریه بیند، طاقت نداشته. از همین خاطر موج رحمت الهی، دریای مغفرت الهی میگه در جوش می آید، عرش در لرزه می آید. چی می گوید؟ ندا آید ز خلاق جهاندار، آن ذاتی پر اقتدار آن روز یک صدای می زند. ندا آید ز خلاق جهاندار، حبیبم از شفاعت خواهی مختار. ز من بخشش بود از تو شفاعت، تو را کردم شفاعت خواهی قیامت. حبیبم من آن عهد را فراموش نکردم، امروز بخشش از من است، شفاعت از تو است. سری خود احمدا از سجده بردار. احمد محمد از زیر عرش من سرت را بردار، نمان پیشانی مبارک در بالای خاک نمان. سری خود احمدا از سجده بردار، خریداری کنی رو بین بازار. این بازار قیامت در اختیار تو، هر کسی را که میخواهی، کدام امتی را میخواهی رو شفاعت کن. سری خود از بالای این بالای خاکی ذلیل پیشانی خود بردار. شود خوش آن زمین، بالا کند سر، بپوشد حله های خلد و دربر. حضرت وقتی این صدا را میگه از خدای خود که میشنود، حبیبم سر را بردار، بازار قیامت در اختیار توست، هر کسی را میخوای شفاعت کن. حضرت دیگر از خرسندی از جای خود سر میبردارد، از دست جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل آن لباس ها و آن تحفه های جنتی که بود همه اونها را قبول میسازد و میپوشد.
رود در بین صحرای قیامت، برای امتش قصدی شفاعت. حضرت میدان بازار محشر می آید، با امید شفاعت یک راهی را برای خودش اختیار می کند. شود او منتظر اندر حسابگاه، به پیش راه امت چشم بر راه. حضرت در یک کنار راه می ایستد، نظر سازد ز همت ها چپ و راست، چگونه آید امت از خدا خواست. یک راه را برای خودش انتخاب میکرده است. چگونه ای که ما و شما فرزندهامان از دولت‌های دوردست می آید، در فرودگاه رفته منتظر فرزندها می شویم کی می فراید تا که او را پیشواز بگیریم. رسول اکرم هم مثل همین در یک راه می ایستد، کنی امت ما حالش از حسابگاه چگونه خلاص می شده باشد، ترازوی اعمال چگونه انجام یافته باشد، نامه اعمال امت من چگونه انجام یافته باشد. وقتی ما و شما از اینها نجات که میابیم، راه رسول اکرم در راست میشویم، مثل پدری که فرزند در آغوش میگیرد، مثل فرزندی که از یک زندان خلاص میشود، رسول اکرم در آغوش میگیرد و میگوید فرزندم داخل جنت شو، داخل جنت شو. هر کدام ما و شما را وارد جنت میگرداند. این گونه حبیب خدا، این گونه پیشوا داره ما و شما. الحمدلله این نعمتی هست که خدا بر ما و شما داده است که در روز قیامت این حبیب خدا به ما و شما شفاعتگاه می شود. حضرت عایشه صدیقه روز میگه گریان بودند. رسول اکرم گفتند یا عایشه ما یبکیک، چرا تو گریه میکنی؟ حضرت عایشه گفتند فذکرت یوم القیامه فبکیت. پیغمبری خدا، روز قیامت یادم آمد، مشکلات های روز قیامت یادم آمد. پیغمبری خدا، دیگر آب چشم داشتن نتانستم. پیغمبری خدا، روز قیامت مرا شفاعت میکنی یا نه؟ آیا من به یاد تو میزنم یا نه؟ اینا عایشه از پیغمبری خدا سوال کردن. رسول الله گفتند یا عایشه، گفتند روز قیامت من در یاد شما هستم، لکن 3 موضعی هست که در اون موضع ها هیچ کس در یاد کسی نمیزند. عایشه گفتند پیغمبری خدا اون وقت اون حالت کدام حالت است؟ رسول الله گفتند وقتی که ثواب بنده را در ترازوی اعمال وزن میکنند، ثواب زیاد از یا گناه، اون روز همه چشم ها به سوی ترازو هست، هیچ کس در یاد کسی نیست. اون روز من هم گفت در یاد شما نیستم. دویم حالتی که برای شماست گفت اون حالتی نامه اعمال است، به دست راست شما داده می شود یا چپ. اون روز هم گفت کسی در یاد کسی نیست مگر همه خاطر انسان به سوی خداست که به دست چپ می گیریم یا به دست راست. و سوم حالتی که خیلی مدهش است و کسی در یاد کسی نیست، این گذشتن پول صراط است که بنده نجات می‌یابد یا نه. در این 3 حالت کسی در یاد کسی نمی‌زند. خدایا پروردگارا، ما امت گناهگار هستیم، پروردگارا ما امت عاجز هستیم. خدای مهربان، بنده همان به که زی تقصیر خیش عذر به درگاه خدا آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که بجا آورد. خدایا ما هیچگاه با حمد تو رسیدن نمی توانیم. ما به قدر این نعمتهایی که بر ما نصیب گردانیدی با قدر این رسیدن نمی توانیم. لکن خدایا این روزها و این ساعتها و این 3 حالت خدایا بر تمام این امتت آسان بگردان.